بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما و سوالهای شما هستیم. نامه، تلفن، پیامک. این برنامه رو با صدای یکی از بینندگان آغاز میکنیم، ببینیم چه سوال شرعی مطرح فرمودن. با سلام، من از روابط عمومی سپاه قدس تماس میگیرم. یکی از مامورای ما تو سوریه که تو کار متفجراته، تا حالا روال کارش این بوده که روزانه چند مورد تو خیابونا میترکوند. الان که مرز عراق بسته شده دیگه نمیتونه به صورت روزانه بفرسته هوا. سوالمون اینه که به لحاظ شرعی تکلیفش چیه؟ بله، به این برادر خوش اشتها میگیم آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. ترکوندن روزانه مال زمانی بود که تو منطقه کیابیایی داشتیم و عظما بر خر مراد سوار بود. اما در هر حال ترکوندن بر او واجب است، حتی اگه بتونه ولو به طور متفرق، یعنی 2 روز در میون، 3 روز در میون، ماهی 2-3 روز، مثلا چند روز بتونه چیزی رو منفجر کنه، قضای اون برش واجب هست. سوال بعدی رو هم بشنویم. من داداشم یکی از سردارای سپاهی که در کنار صیانت از جمهوری اسلامی شغل شریف اختلاس هم مهارت خیلی زیادی داره و از همین منبع هم سیبیل دوروبری ها رو جلب میکنه. حالا سوالش اینه که برای این درآمد اختلاسی خمس و زکات واجبه یا نه؟ بله، تشکر میکنیم از اینکه متکفل شدید سوال برادرتون رو شما بپرسید، ولی چه خوب است که افراد سوال شرعیشون رو خودشون بپرسن، چون وقتی که واسطه میخوره گاهی وقتا در انتقال جواب ممکنه یک کاستی پیش بیاد و مشکل شرعی داشته باشه. اتفاقا خودش هم میخواست تماس بگیره، ولی چون همه میفهمیدن فیروز آبادیه من زنگ زدم تا از شما جواب بگیرم. بله، اما حالا اگه خواستید جواب رو برایشون بگید دقت داشته باشید. همین جوری که من عرض میکنم این کاملا بستگی به سیبیل دوروبریا داره، اینکه سیبیل مال کیه و بعد هم نوع سیبیل که حالا قیتونیه، چخماقیه یا مثل سردار نقدی سگ سیبیله. ولی بهترین سیبیل مال خود بنده است که مراجع تقلید هم روش اتفاق نظر دارن. بله، و اگه این سیبیل رو چرب میکنن خمس زکات و همچین چیزی واجب نیست. یک سوال تلفنی دیگه بشنویم. من از پایگاه بسیج مقداد تماس میگیرم. من تو دفتر فرمانده پایگاه یه مقدار نشجات پیدا کردم، ولی صاحبش رو پیدا نکردم. یعنی نمیدونم مال فرمانده پایگاهه یا نماینده ولی فقیه. آیا میتونیم با بچه از اون استفاده کنیم، دست جمعی بریم فضا؟ بله، اگر جستجو کردید از صاحبش و صاحبش پیدا نشده دیگه ناامید هستید، اگر قیمتش کم هست، یعنی 1 درهم کمتره از 1 درهم که حدود 2000 تومان هست الان، اگر کمتر باشه یعنی خلاصه اگه سوخته موخته باشه به درد علما نمیخوره، اشکالی نداره، میتونید برای خودتون بردارید و خودتون حالشه ببرید. ولی اگر بیشتر بود، یعنی جنس شمشیر نشان اصل کابلی عظما پسند بود، دیگه حق استفاده ندارید، باید سریع برید بیت صدقه بدید. یک سوال دیگه تلفنی بشنویم. این روزا من از زبان خیلی از بزرگان نظام شنیدم که مشکلات لاینحل مقام عظما و خلاصه بدبختی که ایشون بهش دچار شدن به خاطر اینه که دشمنان نظام ولی فقیه ما رو سحر و جادو کردن. سوالم اینه که اصلا چیزی به نام سحر و جادو وجود داره یا نه؟ بله وجود دارد، اما به این معنا نیست که هر کس در زندگی به یک مشکلی برخورد کرد یا کاری میخواد انجام بده جفت و جور نمیشود حتما برای او جادو کرده باشن، سحر شده باشه. نه، این چنین نیست. بسیاری از کارها و بسیاری از مشکلات که پیش میاد علل و عوامل مادی داره و عادی. مثلا عواملی که باعث بدبختی ولی فقیه شده هم مادیه هم عادی. بله، خب بدبخت طلسمش شکسته، باندش پخش و پلاست، تحریما فشارش میدن، بشارش داره ولو میشه، پس علتاش ایناست، نه سحر و جادو. و بی خودم نباید انسان به دیگران بدبین بشود
یا سوء ظن ببرد که شاید فلانی مثلا برای ما جادو کرده یا ما را سحر کرده و امثال اینها. بسیاری موارد پیش میاد که افرادی مشکلاتی در زندگیشون پیش میاد، یا مثلا مرغ گرون میشه، تهدیدی میشه، فوری تصور میکنن که بله بخت ما رو بستن و نمیدونم سحر کردن. بله نه، این چنین نیست. گرچه اصل سحر و جادو و بخت بستن حقیقت دارد. امام راحل خودش جادوگر بود، بخت 70 میلیون رو بست. ما هم اگه بعد از امام آیت الله هری پاتر رو بر کرسی ولایت می نشوندیم، توی این بدبختی که الان هستیم دست و پا نمی زدیم. بله انشاءالله که موفق باشید. فرصتمون به پایان رسید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه دیگر و سلام دیگر. خدا نگهدار. بله